درباره دعای پدر و مادر گفتنیم، یعنی باید پدر و مادر احتیاط شدن در این مسئله. قصه یه زن رو نقل میکنم، بسیار قصه دردناک است در رقم. همه میدونیم که دعای مادر قبول است، دعای پدر قبول است. یه زن نقل میکند، اینو من در اینجا شنیدم، نقل میکنه که من خونم تازه میکردم. بعد پسرم کودک بود، اون زمان مایده بود، اومد بازی کرد این طرف اون طرف، بچه مایدهش خیلی است. بعد همونجا یک نبار بود، میدونه که آدما برایشون نبارایی میگذارن، نبارایی که برای تویشون دادگی است. اون یه نباری خیلی گرانبهایی که مادرم در تویم برای من هدیه داده بود. بچه بازی کرد، همون شکفش خیلی قپید که گفت همون نبار افتید شکست، گفت پرچه شیشه هیچ چی نموند از بین. گفت خیلی غضب کردم، خیلی خشم اومد. بعد گفتم که الهی بالا یک دیوار چپه شد و استخواناتم همه خیلی تیکه تیکه شد، خیلی همین شیشه تیکه تیکه شد از غضب. یعنی بعضی زنها هم خیلی هستن وقتی شده میگن که بشرت دگور مثلا، هم خیلی بارو هست بچه، یعنی فکر میکنم خیلی دعای عادی است، یعنی بنابراین باید مسلمان زبانش مواظب باشه. بعد میگه خیلی سالها گذشتن، بچه‌م کلان شد، مکتب خوند، بعد مکتب یونیورسیته خوند، دیپلم گرفت. بعد دیگه در فکری زن دادن شد. پدرش یک خانه قدیمه داشت، میگه گفت که این خانه قدیمه ویران میکنیم، برای پسر خانه نو میسازیم، بعد زن میدیم پسر. پدر و پسر رفتن خانه استوا آمدگی است، بعد خانه ویران کنند و اینا. خیلی دو طرف هر دوشون در اون خانه چرخ میزدن، دور میزدن به اصطلاح. و پسر از پدرش جدا شد، یک طرف خانه رفت ایستاد که اینجا استوا نمیدونستن که اینجا پسر است. دیوار افتوندن، اومد دیوار بالی بچه افتاد، بچه داد وایش برآمد، دیگه هم که صداش خاموش شد. خیلی ترسیدن دیگه این چی شد، این پسری صاحب خانه اون شو کردیم این اون. دوید آمدند، خیلی دیوار از گرفتن خشتای اون طرف. بعد بچه دیگر تیکه همونجا شکستگی بود در حقیقت، تیکه تیکه بود. و آمدن دیگر از یاری تعجیلی برداشتن بردن بچه در چیز. میگه مادرش همین که خبرش فهمیدن بیهوش شدن. وقتی فهمید که پسرش همین حالت شده، مادر بیهوش شد. بعد میگه منم بردن با یاری تعجیلی، که منم بردن میگه با یاری تعجیلی در شفاخانه. بعد میگه به خود آمدم بعد چند وقت، یعنی بعد از اون به آغوش رفتن خبر به خود آمده و میگه باز یک کمین چیزی که یادم اومد همون دعایی که در کودکیش کرده بود بود. یعنی زن فراموش نکرده بود. میگه همون دعا، میگه کاش که همون دعای نمیگه. به خودم گفتم که کاش که گونگ میبودم و زبان نمیداشتم این دعای نمیکرد. کاش که کر میبودم و نمیدیدم که بچه‌م این کارو کرد و این دعای نمیکرد. کاش که کر میشدم و نمیشنیدم صدای و این پسر میگه دعا نمیکرد. دیگه پشیمانی اظهار دارد، لیکن دیگه فایده نداره پشیمانی این زمان. بعد میگه که زن دیگه آرزو دارم که کاش میگه همون نباری که پسرم شکست، صدها نبار میشد بچه‌م میشکست، اینش هم میشکست، لیکن به این حال گرفتار نمیشد. لیکن دیگه کار از کار گذشتگی از دیگه دعا خودش هم میگه من نمیدونستم که این دعای من مثل تیر برآمد دست اون زمان. خلاصه بعد میگه بچه دیگر نفسی آخرش کشید و بچه وفات کرد. میگه با اسوش رفتم میگه زنک. خلاصه چی از یعنی این باید که پدر مادر مواظب زبان خودش باشد که یک دعای بده که به اصطلاح ما تاجیک یک عبارت داریم میگیم که فرشته آمین گفت. یعنی این شاید گرفته شده از همون وقت اجابت دعا هست. اجابت دعا شاید همون دعایی که میکند وقت همون اجابت دعا بوده که دعای بدم باشه قبول بشه. یا به اسلام فرشته آمین گفت به اصطلاح تاجیک خودمون که حیات فرزند در خطر میگذارد، آینده فرزند در خطر میگذارد. بنابراین باید که مواظب زبان خود باشه.